آتش‌سوزی‌های اخیر در ایالات متحده به ویژه در کالیفرنیا و لس آنجلس ناشی از ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی بودند. تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دما، خشکسالی‌های طولانی مدت و کاهش رطوبت هوا شرایط مناسبی را برای گسترش آتش‌سوزی‌ها فراهم کرده‌اند. این شرایط باعث خشک شدن پوشش گیاهی و افزایش احتمال وقوع و شدت آتش‌سوزی‌ها شده است. علاوه بر این، فعالیت‌های انسانی مانند آتشبازی در جشن‌ها نیز می‌تواند منجر به شروع آتش سوزی شود. به عنوان مثال، در یکی از آتش‌سوزی‌های اخیر در لس آنجلس شواهدی از آتشبازی شب سال نو به عنوان منبع احتمالی حریق یافت شده است. همچنین مدیریت ناکافی جنگل‌ها و زیرساخت‌های فرسوده مانند خطوط انتقال برق می‌توانند در افزایش خطر آتش‌سوزی نقش داشته باشند. به طور کلی، ترکیبی از تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی منجر به افزایش تعداد و شدت آتش‌سوزی‌ها در آمریکا شده است. علل وقوع آتش‌سوزی‌های ناگهانی، عوامل طبیعی، خشکسالی و افزایش دما. تغییرات اقلیمی باعث افزایش دما و کاهش رطوبت هوا شده که این شرایط به خشک شدن پوشش گیاهی منجر می‌شود و محیط مناسبی برای گسترش آتش ایجاد می‌کند. رعد و برق صاعقه‌ها یکی از رایج‌ترین دلایل طبیعی برای شروع آتش‌سوزی‌های ناگهانی هستند. عوامل انسانی، فعالیت‌های غیرمسئولانه، روشن کردن آتش در محیط‌های جنگلی، آتشبازی‌ها و عدم خاموش کردن کامل آتش توسط افراد می‌تواند به وقوع آتش‌سوزی منجر شود. زیرساخت‌های فرسوده، خطوط انتقال برق، آسیب دیده و تجهیزات قدیمی می‌توانند جرقه‌هایی تولید کنند که باعث شروع آتش‌سوزی می‌شود. آتش‌سوزی عمدی. برخی آتش‌سوزی‌ها به دلیل اقدامات عمدی افراد رخ می‌دهند که پیامدهای مخربی برای محیط زیست و اقتصاد دارند. پیامدهای آتش‌سوزی‌های ناگهانی: تأثیرات زیست محیطی از بین رفتن پوشش گیاهی. آتش‌سوزی‌ها می‌توانند میلیون‌ها هکتار جنگل و زمین‌های کشاورزی را در مدت کوتاهی نابود کنند. آلودگی هوا: دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها حاوی ذرات معلق و گازهای سمی مانند دی اکسید کربن است که کیفیت هوا را کاهش می‌دهد و به تغییرات اقلیمی دامن می‌زنند. کاهش تنوع زیستی: زیستگاه‌های حیوانات و گیاهان نابود می‌شوند که می‌تواند منجر به انقراض گونه‌های مختلف شود. تأثیرات اقتصادی: خسارت به زیرساخت‌ها. آتش‌سوزی‌ها می‌توانند خانه‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را نابود کنند. آتش‌سوزی‌های اخیر در ایالات متحده به ویژه در کالیفرنیا و لس آنجلس ناشی از ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی بودند. تغییرات اقلیمی از جمله افزایش دما، خشکسالی‌های طولانی مدت و کاهش رطوبت